سلام، به چنل گیلتیوب خوش اومدید. تو سالهای 1971 تا 1973 به مدت 2 سال لس آنجلس پر شده بود از جنازه های خفه شده‌ای که اونا رو تو تپه ها رها کرده بودن. امروز میخوایم در مورد یه قاتل زنجیره‌ای صحبت کنیم. کنت الیسیو بیانکی. کنت بیانکی توی 22 می 1951 توی روچستر نیویورک به دنیا اومد. مادرش یک کارگر جنسی الکلی بود و سن کمی هم داشت. 17 سالش بود. برای همین از پس بزرگ کردن کنت برنمی‌اومد. 2 هفته بعد از اینکه کنت به دنیا میاد تصمیم میگیره اون رو برای فرزندخوندگی به خانواده دیگه بسپاره. خانواده‌ای که فرزندخوندگی اون رو قبول میکنن نیکولاس بیانکی و همسرش فرانسیس شلدیانا بیانکی بودن. اونها فقط همین فرزند رو داشتن، فرزند دیگه‌ای هم نداشتن. شروع میکنم به بزرگ کردن کنت. کنت تو بچگی حالتهای اضطراب زیادی از خودش نشون میداده و مامانش میگه که همش در حال دروغ گفتن بوده، یه دروغ اجباری انگار مجبورش کردن که راست نگه، یه حال بیمارگونه‌ای داره. از طرفی مدام یه حالت خلسه طوری میگرفت کنت. وقتی که تو 5 سالگی به دکتر مراجعه کرد اونا تشخیص دادن که تشنج داره، که این بیماری یه نوعی از تشنج عمومیه که توی اون خیره مانندهای طولانی داره. مثلا کودک بعد از تشنجش ممکنه که 20 ثانیه به بالا نگاه کنه و هیچ کار دیگه نتونه انجام بده. غیر از اینها کنت در کودکی بیماری دیگه هم داشت. به صورت غیر ارادی ادرار میکرد و چند باری هم به پزشک مراجعه کرده بود و این باعث میشد که خیلی احساس حقارت بهش دست بده. بیانکی مشکلات رفتاری مختلف هم داشته. مثلا مدام مستعد خشم بوده، زود عصبانی میشده، بیخوابی های خیلی مزمنی داشته و همونجور که مشکل ادرار داشته شب ادراری هم به مشکلاتش اضافه شده بوده. در تاریخ 2 ژانویه 1957 بیانکی توی یه دونه باشگاه جنگلی خیلی تصادفی میخوره زمین و با صورتش میاد پایین. مادرش تصمیم میگیره که یه تغییر تو سبک زندگی بیانکی بده. برای همین تصمیم میگیره اونو بفرسته مدرسه ابتدایی کاتولیک که خصوصی هم بودن و از طرفی اونو مدام پیش روانپزشکای مختلف میبرده که ببینه که میتونه مشکلات رفتاریش رو اصلاح کنه یا نه. بیانکی وقتی 10 سالش بود روانپزشکش تشخیص میده که دچار اختلال شخصیت منفعل پرخاشگره، یعنی در حالت عادیش کاری نمیکنه، منفعله، ولی وقتی اتفاقی میفته خشم از خودش بروز میده. تصمیم میگیره زره‌پوشی رو بگیرم. وقتی 11 سالش میشه زره‌پوشی بیانکی 116 تشخیص داده میشه که از حالت متوسط هم بالاتر، یعنی خیلی آدم باهوشیه. در عین حال 2 بار از مدرسه اخراجش میکنن. مامانش معتقده که اون خیلی تنبله و معلماش هم ازش خیلی ناراضی‌ان، میگن کاری که بهش میسپاریم اون درست انجام نمیده، در صورتی که ما میدونیم اون خیلی بیشتر از اینا توانه ولی خیلی کمتر از اون چیزی که میتونه داره عمل میکنه. بیانکی تو سال 1963 تصمیم میگیره بدون هیچ دلیلی لباس زیر یه دختر 6 ساله رو بکشه پایین. 1 سال بعد تو سال 1964 پدرش بر اثر ذات‌الریه فوت میکنه. بعد از اون مادرش فرانسیس اونو میذاره توی دبیرستان دولتی و خودش شروع میکنه به کار کردن. برای همین مدت زمان زیادی همدیگر رو نمیدیدن. از اون طرف بیانکی شروع میکنه به دیت گذاشتن با افراد مختلف. حتی توی یه دونه پیست موتورسواری هم ثبت نام میکنه و سعی میکنه خودش رو مشغول کنه. تو سال 1970 بعد از اینکه از دبیرستان گیتس چیلی فارغ التحصیل میشن با دوست دخترش براندا بک ازدواج میکنه. ولی 8 ماه بعد براندا بدون اینکه هیچ دلیل و توضیحی به کنت بده اونو برای همیشه ترک میکنه. بیانکی وقتی بزرگ میشه تصمیم میگیره که افسر پلیس بشه. برای همین برای ادامه تحصیل توی رشته پلیسی و روانشناسی میره توی کالج مونرو ثبت نام میکنه. اما یه ترم بعد منصرف میشه و میره از اون رشته انصراف میده. بعد شروع میکنه به پیدا کردن شغلای خیلی دم دستی و راحت. مثلا یه مدت به عنوان نگهبان توی جواهر فروشی شروع به کار کردن میکنه. ولی از اونجا یه جواهرهای کوچیکی و هم مدام میدزده که بده به دوست دختراش یا فاحشه‌هاش که اونو ترک نکنن، اینجور باج براش محسوب میشده. برای همین انقدر این دزدی‌ها ادامه پیدا میکنه که اون مدام در حال فرار کردن از جای مختلف بوده. حتی برای یه پستی توی کلانتری هم درخواست میدن و درخواستش رو رد میکنن. بیانکی تو سال 1976 نقل مکان میکنه به لس آنجلس و تصمیم میگیره با پسر عموش که خیلی از خودش هم بزرگتر بوده
یه مدت زندگی کنه. این پسرعموش در اصل برادرزاده فرانسیس میشده که اسمش آنجلو بوئنو بوده. آنجلو بوئنو مثل فرانسیس تو روچستر به دنیا آمده بوده و پدر مادرش وقتی از هم جدا میشن این میره با مادرش و خواهرش زندگی میکنه. اسم خواهرش هم جنی بوده و با هم مکان میکنن میان به کالیفرنیا. از همون نوجوانی بوئنو دست به خلافکاری میزنه. حتی تو سال 50 به خاطر دزدی ماشین یه مدت اونو حبس میکنن. توی کارنامه‌اش حتی آزار جنسی هم وجود داره. آزار و اذیت تعداد زیادی از زنها در کارنامه درخشانش وجود داره. در مجموع 3 بار ازدواج کرده بوده و 9 تا بچه داشته. بوئنو نه تنها خودش بد بوده، بدآموزی هم برای بیانکی داشته. بهش یاد میده که چجوری باید لباس‌ها و جواهرات مختلف رو به زنها بدی و اونا توجهشون جلب و با تو به خونت میان. این کار باعث میشه که اونا همکاری خوب با هم شروع کنن. یه جورایی میشن دلال کارگر جنسی برای مشتریهای مختلف. تو سال 1977 قتل‌های تپه‌ها شروع میشن و تا اوایل سال 1979 که این 2 نفر دستگیر میشن قتل و تجاوز 10 زن اعتراف میکنن. بیانکی و بوئنو سوار ماشین بوئنو میشدن و توی لس آنجلس شروع به گشت‌زنی میکردن. ماشین از کجا پیدا کرده بودن؟ یکی از این حراجی‌های قدیمی ماشین افسرایی که بازنشسته شدن و دیگه لازم نداشتن و خریده بودن. بعد از این چراغ چشمک زنایی که ماشین پلیس دارن اونا رو روش نصب کرده بودن. بعد تو خیابونا گشت‌زنی میکردن. دخترایی که مثلا سنشون بین مثلا 12 تا 28 ساله رو از اقشار مختلف، مهم نبود که چی کارن، سوار میکردن. میگفتن یه مدرک جعلی نشون میدادن، میگفتن ما افسر پلیسیم و اونا رو سوار میکردن. بعد از اینکه سوارشون کردن میبردن خونه بوئنو، اونجا پیاده میکردنشون، شکنجهشون میدادن و بعد در نهایت به قتل میرسوندنشون. قربانیاشون رو قبل از اینکه بکشن هر 2 نفرشون بهشون تجاوز جنسی میکردن. روش‌های مختلفی هم برای قتلشون داشتن. ممکن بود با گاز مونوکسید کربن خفشون کنن، ممکن بود که یه تزریق کشنده داشته باشن، ممکن بود روی صندلی بشوننشون و شوک الکتریکی اونا رو بکشن. به روش‌های مختلف. با تمام این شرایط بیانکی حتی برای اداره پلیس لس آنجلس درخواست کار داده بود و اونا رد کرده بودن. این مال زمانی که به خاطر قتل‌های تپه هم خود این آدم تحت تعقیب بود، ولی باز هم درخواست کار داده بود و حتی به همراه پلیس حتی چند بار توی این منطقه هم رفته بود، همون منطقه که جسدها رو پیدا کرده بودن. بعد از اینکه 11مین قتلشون اتفاق میفته بیانکی به بوئنو خبر میرسونه، میگه من الان توی ماشین پلیسم و در مورد این قتل‌ها دارن از من بازجویی میکنن. بوئنو هم عصبانی میشه، میگه باید سریعاً خودتو یه جوری برسونی به واشنگتن وگرنه اگه بمونی و نری من میکشمت. برای همین تو سال 78 بیانکی مجبور میشه که نقل مکان کنه و این شراکت تموم میشه. و اما مقتولین این 2 نفر توی 17 اکتبر 1977 جسد برهنه یک زن توی بزرگراه ونتورا پیدا میشه. جسد رو به یک شکل خیلی زشتی شکل داده بودن و گذاشته بودن و بعد از شناسایی میفهمن که اون یولاندا واشنگتن و 19 سالشه. بعد اون قبل از اینکه رها بشه کاملا تمیز شده بوده و فقط یه ذره آثار طناب دور گردن و مچ دست و مچ پاهاش دیده می شده. معلوم بوده که مورد شکنجه قرار گرفته، بهش تجاوز جنسی شده و بعد خفش کردن. یولاندا اولین قربانی مشترک بین بیانکی و بوئنو محسوب می شده. این دوتا تظاهر کرده بودن که افسر پلیسن و یولاندا سوار ماشین کرده بودن و بعد کشته بودنش. قربانی بعدی جودیث لین میلر بوده که 15 سالش بوده و یه دانش آموزی بود که توی دبیرستان هالیوود درس میخوند. علاوه بر این هم خدمات جنسی میداد تو اون سن و مشغول به کار. توی 31 اکتبر 1977 توی بولوار سانسه دنبال مشتری میگشته. بیانکی و بوئنو اونو میبینن و نزدیکش میشن. اون سوار میکنن و میبرنش به مغازه اساسی و لوازم داخلی آنجلو. اونجا اونو به قتل میرسونن
و جسدش رو در کنار تراس 2844 آلتا رها میکنن. توی هالووین اون سال جسد پیدا میشه که پاهاشو به شکل الماس شکل داده بودن و معلوم بود که بهش آسیب زدن و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بوده. گردن و مچ دست و پاهاش آسیب دیده بودن و حتی انقدر آسیب دیده بوده که رباطش پاره شده بوده. قربانی بعدی الیسا ترزا کاستین، 21 ساله. اون رقصنده و پیشخدمت بوده و توی هالیوود شمالی کار میکرده. جسدش 6 نوامبر 77 جسدش توی باشگاه روستایی توی محله گلندیل پیدا میشه. مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بوده، آثار ضرب و شتم رو بدنش مشهود بوده و آثار طناب هم روی مچ دست و پاهاش دیده میشده. همکاراش گفته بودن که اونو دیدن که با 2 مرد که اصلا رفتار نرمالی نداشتن داره صحبت میکنه و با اونا رفته. قربانی بعدی، یا بهتر بگم قربانیان بعدی، 2 نفر بودن: سونیا جانسون و دلورس ان سپدا. سونیا 14 سالش بوده و دلورس 12 سال. این 2 نفر جوان‌ترین قربانیای این دوتا بودن. وقتی داشتن از اتوبوس پیاده می شدن، بوئنو و بیانکی این 2 نفر رو میدزدن. میان هویت پلیس جعلی رو درست میکنن، کارت شناسایی به اونا نشون میدن و اونا خب سوار ماشین میشن و دزدیده میشن. این 2 نفر رو میبرن تو همون مغازه آنجلو و اون میکشنشون. یه هفته بعد جسدشون رو توی هایلند پارک پیدا میکنن، توی یه جمعی از آشغالا. جسد از قبل شروع به تجزیه شدن کرده بود، ولی آثار ضرب و شتم و خفه شدن و تجاوز جنازه ها هنوز معلوم بود. اما 20 نوامبر فقط 2 جنازه پیدا نمیشه. توی منطقه کوهستانی یه جنازه دیگه هم پیدا میکنن. جنازه کریستینا وکلر 20 ساله. جنازه کریستینا توسط کوهنوردا پیدا میشه. آثار کبودی روی گردن و مچ دست و پاهاش وجود داشته و هیچ آثار و علائمی از دفاع توش نبوده. سینه‌هاش کبود شده بوده، زخم روی بازوش داشته و از راست رودش خون فوران میکرده. بعد از اینکه معاینش میکنن میفهمن اونو با یه مایعی از برند وندکس مسموم کرده بودن و میخواستن شکنجهش بدن با این کار، و بعد هم با گاز مونوکسید کربن، گاز اجاق‌گاز مسمومش کردن و اون خفه شده. جسد کریستینا توی گلندیل پیدا میشه. 3 روز بعد یه جنازه دیگه پیدا میشه. جنازه ایولین جین کینگ 28 ساله. اون بازیگر بوده و رشتهش علم شناسی بوده. جنازش وسط بوده ها توی خروجی لاس فلیس توی بزرگراه گلدن استیت پیدا میشه. 9 نوامبر وقتی منتظر اتوبوس بوده ناپدید شده بود. جنازه انقدر تجزیه شده بوده که نمیتونستن تشخیص بدن که بهش تجاوز شده یا مورد شکنجه قرار گرفته یا نه. اما به شدت مشکوک بودن که علاوه بر خفه شدن احتمال خیلی زیاد تجاوز هم بهش شده بود. قربانی بعدی یک دانشجوی بازرگانی 18 ساله بوده به اسم لورن را واگنر که جسدش توی 29 نوامبر 1977 در سمت غربی کوه واشنگتن توی پارک گلاسر پیدا میشه. معلوم بوده که با سیم برق کف دستاش سوخته شده بوده و از این طریق مورد شکنجه قرار گرفته بوده. وقتی این اتفاقا میفته پلیس شک میکنه که نکنه این کسی که داره اینا رو میکشه یا شکنجه میده یه افسر پلیس بوده، چون آخرین بار همه قربانی‌ها با پلیس و افسرهای پلیس دیده شده بودن. برای همین به راننده‌های زن هشدار میده که اگه در حین رانندگی افسر پلیس نگهتون داشتن مطمئن بشید که قطعاً پلیسن و کارت شناساییشون رو دقیق چک کنید. قربانی بعدی کیمبرلی دایان مارتین بوده. 17 سالش بوده و یک کارمند ساده بوده که کار مدل هم انجام میداده. جسد برهنش توی زمین متروکه نزدیکی تالار لس آنجلس تو تاریخ 9 دسامبر پیدا میشه. اینجا جاییه که حتی از مقر پلیس هم کاملا اشراف دارن به منطقه و میتونن ببینن. مارتین مشخص میشه که قبل از خفه شدن شکنجه شده بوده و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود. قربانی بعدی سیندی لی هاتسپت 20 ساله بوده. یه پیشخدمتی که اونو شکنجه میکنن، تجاوز میکنن و بعد از اینکه کشتنش و خفش کردن تو صندوق عقب ماشین خود که از مدل داتسون بوده گذاشته میشه. بعد در تاریخ 16 فوریه 78 ماشین رو از صخره توی بزرگراه آنجلس کرست به سمت پایین پرتاب میکنن. روز بعد جسد پیدا میشه که مشخص شده بوده که به شدت شکنجه شده بوده و بهش تجاوز جنسی شده بوده.
آثار پارگی ربات هم روی گردن و مچ دست و پاهاش کاملا مشهود بوده. در تاریخ 11 ژانویه 1979 بیانکی مشغول به کار به عنوان نگهبان برای ساختمان توی بینگهام واشنگتن میشه. دو تا دختر که دانشجوی دانشگاه وسترن واشنگتن بودن به اسمهای کارن لاورتا ماندی که 22 سالش بوده و دایان امی کلارک وایدلر که 27 سالش بوده رو فریب میده. چیکار میکنه؟ ماندلیک رو به زور از پله ها میاره پایین و بعد خفش میکنه. وایدلر رو هم به همین روش میکشه. این اولین قتلی بوده که بعد از بوئنو انجام داده. برای همین کلی سرنخ به جا گذاشته. طوری که پلیس به راحتی وقتی که گواهینامه‌اش رو چک میکنه، آدرسش رو چک میکنه، بعد آدرسی که قربانی هاتون پیدا شد و جسدها پیدا شدن رو چک میکنه، سریع متوجه میشه که بیانکی ربطی به این ماجراها داره. قتل‌های الفا تو سالهای 1971 تا 73 توی روچستر اتفاق میافتن. حالا قتل‌های الفا چی ان؟ قتل‌هایی که بر اساس حروف الفا، یعنی مثلا A B C D، اونی که اسمش A اول به قتل میرسه، بعد B، بعد C، که این مخصوص کنت بوده این روش. سه دختر جوان رو بوده میشن و بعد از اینکه مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن به قتل میرسن. کنت هیچ وقت به طور رسمی این جنایت رو گردن نگرفته ولی همیشه مظنون بوده. چرا؟ چون که وقتی که این قتل اتفاق افتاده اونم توی بستنی فروشی نزدیک همون جایی که این قتل اتفاق افتاده داشته کار میکرده و یه ماشینی داشته که شاهدهایی که دیده بودن اون آدم ربایی و گزارش یه ماشین رو داده بودن، گفته بودن ماشین این شکلیه و اون موقع بیانکی هم یه ماشین مشابه اون ماشینی که شاهدها دیدن داشته. برای همین همیشه مظنون بوده ولی اون تمامی اتهامات در این زمینه رو رد کرده. این قتل و قتل‌هایی که از این به بعد داریم به صورت موردی در موردشون توضیح میدیم قتل‌هایی هستند که هیچ وقت به صورت رسمی بوئنو یا بیانکی اونا رو گردن نگرفت ولی روششون یا شرایطی که اون پرونده داشته اونا رو منطبق میکرده به این دو نفر، یعنی مظنون اصلی پرونده بودن. قربانی بعدی 4 سپتامبر 1977 بوده. یک جوان 26 ساله به اسم لورا کالینز که جسدش توی پارک گریفیث کشف شده بود. کالینز رو اول قربانی قاتل‌های تپه میدوننش و میگن که اون این کارا رو کرده ولی هیچ شکایتی علیه بیانکی و بوئنو صورت نمیگیره در این زمینه و به صورت رسمی هیچ وقت اونا اینو گردن نمیگیرن که اونا این قتل رو انجام دادن. برای همین این پرونده همیشه به صورت لاینحل باقی میمونه که قاتل اصلی کیه. قربانی بعدی جیل تریبارکمپ بوده که 18 سالش بوده و اهل اونیدای نیویورک بوده. تو تاریخ 10 نوامبر 1977 تو کالیفرنیای جنوبی کشته میشه. آثار ضرب و شتم، شکنجه و خفگی توی اون مشاهده شده بوده. برای همین اول رسانه‌ها فکر می‌کردن که قاتلش قاتل تپه است. اما بعد از دستگیری بیانکی و بوئنو اونا این قتل رو گردن نگرفتن و بعد از اعترافاتی که کردن دیدن که هیچ شباهت بین این قتل و قربانی‌های این دو نفر وجود نداره. برای همین این از لیست مظنونین رد شد. مارس 2010 قاتل زنجیره‌ای رادنی آلکالا به همراه چند تا از همدستاش این قتل رو گردن گرفت. قربانی بعدی کاتلین کیمبرلی روبینسون بوده که توی 16 نوامبر 1977 وقتی که فقط 16 سالش بوده جسدش پیدا میشه. اون یه دانش آموز دبیرستانی بوده که تو هالیوود زندگی میکرده و آخرین بار به صورت زنده توی ساحل سانتا مونیکا دیده شده. روز بعد جسدش تو پارک ویلچر لس آنجلس پیدا میشه که شکنجه شده بوده، آثار ضرب و شتم رو بدنش بوده و بعد خفه شده بوده. برای همین این هم فکر میکردن که قاتلش قاتل تپه است ولی بعد از دستگیری بیانکی و بوئنو دیدن که سرنخ‌هاشون با هم منطبق نیست، برای همین اینو از لیست مظنونین حذف کردن و این پرونده حل نشده باقی مونده. بعد از دستگیریشون بیانکی گفته که تو سال 1977 اون و بوئنو یه دختری رو سوار ماشینشون میکنن به اسم کاترین لوری که روش سوار کردنشون هم همینجوری بود که یه مدرک جعل میکردن، خودشون پلیس جلوه میدادن، بعد آدما رو سوار میکردن. بعد از اینکه سوارش میکنن دوست داشتن شکنجهش کنن و به قتل برسوننش ولی بعد متوجه میشن که کاترین دختر یه بازیگر معروف به اسم پیتر لوریه و از این کار منصرف میشن، اونو پیاده میکنن. بعد از دستگیریشون وقتی رسانه‌ها این خبر رو کاور میکنن کاترین تازه متوجه میشه که هویت اصلی این دو نفر چی بوده و کی بودن. وقتی محاکمه بیانکی شروع میشه اون ادعای جنون میکنه و میگه خب من بیگناهم و میگه که یک فردی به اسم استیو واکر این کار رو انجام داده، نه من.
اینا فکر میکنن که داره ادعای چند شخصیتی میکنه، ولی یه ادعایی بر این بود که اون جدیدن یه فیلم به اسم سیبل رو دیده که توی اون فیلم شخصیت اصلی زنیه که چون توی کودکی خیلی سختی کشیده دچار چند شخصیتی میشه و از چند شخصیتی رنج میبره. برای همین بیانکی تمام سعیش رو میکنه که روانشناساشو توی دادگاه متقاعد کنه که بیماره و دچار چند شخصیتیه. یکی از اون روانشناسایی که باش حرف میزنه مارتین اورنه که اون متقاعد نمیشه و بهش میگه که ببین چند شخصیتی بر اساس مواردی که ما مشاهده کردیم اینجوریه که چند نفرن، اینجوری نیست که یک نفر باشه. وقتی بیانکی این رو میشنوه سریعا شخصیت جدید رو میکنه و میگه که بیلی هم بود و یکی دیگر رو اسم میبره. اون برای اینکه ثابت کنه بیانکی تمام این حرفاش ادعای چرت و پرته، میاد چیکار میکنه؟ میاد وکیلی که اونجا حضور نداشت و یک وکیل خیالی رو به بیانکی معرفی میکنه. بیانکی هم اصلا خوش از تک و تا نمیندازه، میاد به اون احوال پرسی میکنه و باهاش شروع به صحبت کردن میکنه. بعد اون میاد وکیل واقعی رو از در میاره تو. این کار باعث میشه بیانکی یهو شوکه شه و بگه که چه اتفاقی افتاد، وکیل یهو ناپدید شده، اون کسی که من داشتم باهاش حرف میزدم. وقتی داشته با اون وکیل خیالی حرف میزده، برای اینکه بهش دست بده حتی سمتش خم شده بوده. به این توهمات لمسی میگن و اون میگه من هیچ وقت همچین چیزی رو ندیدم. این چیزیه که خیلی به ندرت اتفاق میفته، حتی وقتی که طرف داره هیپنوتیزم میشه هم به ندرت خیلی نادر اتفاق میفته. اون میگه من هیچ وقت توی سالهای کاریم همچین موردی رو ندیدم. این وقتی که رویدادهای عصبی و توهم در کار باشه ممکنه که اتفاق بیفته، ولی با قطعیت گفته که بیانکی همچین اتفاق براش نیفتاده و داره تمارض میکنه و این یک داستان کاملا ساختگیه که خودش درست کرده. در نتیجه بیانکی برای اینکه حکم اعدام در ایالت واشنگتن براش صادر نشه مجبور میشه که به گناهش اعتراف کنه. محققا بعدا فهمیدن که حتی اسم استیون واکر هم از یه دانش آموزی گرفته بوده که میخواسته از یه روانشناس کلاهبرداری کنه و از این اسم جعلی استفاده میکرد و این تو ذهنش بوده. حتی وقتی خونه بیانکی رو میگردن میبینن کتابخونه‌اش پر از کتاب‌های روانشناسی مدرنه که اونا رو مطالعه میکرده که علمش رو در مورد این اختلال‌ها کامل کنه و بتونه بقیه رو در این زمینه فریب بده. وقتی که ازش بازجویی میکنن در نهایت مجبور میشه که اعتراف کنه که این اختلال رو از خودش در آورده بوده و واقعا نداره، ولی در نهایت اختلال ضد اجتماعی هم جنسی براش تشخیص داده میشه. بیانکی برای اینکه بتونه مجازاتش رو کم کنه قبول کرد که علیه بوئنو شهادت بده، اما وقتی داشت شهادت میداد تمام تلاشش رو کرد که خیلی برای بوئنو بد نشه و اونم خیلی حکم سنگینی نگیره، ولی خب موفقیت آمیز نبود. بوئنو مجرم شناخته میشه و به حبس ابد محکوم میشه و حکم بیانکی اینه که 6 بار حبس ابد رو تجربه کنه، البته با امکان درخواست آزادی مشروط. تو سال 1980 بیانکی توی زندان با یه زنی آشنا میشه به اسم ورونیکا کامپتون. این زن خیلی تلاش میکنه که بیانکی رو بیگناه جلوه بده، یه سری داستان‌های حتی جعلی از خودش درست میکنه، به هیئت منصفه ارائه میده که مثلا بیانکی بیگناهه و دست از سر اون بردارین. حتی بعداً گفته که با یک قاتل دیگه‌ای میخواسته رابطه برقرار کنه که تمام داشته و به خاطر اون میخواسته یه سردخونه بخره. خیلی چیز کثافتیه. این زنه بعداً به خاطر اینکه میخواسته یه زن دیگر رو خفه کنه دستگیر میشه و مجرم شناخته میشه و به زندان میره. بعداً بیانکی گفته بوده که اسپرم میزنه داده بوده که وقتی میخواد یکی دیگر رو خفه کنه این اسپرم روش بریزه که یه جورایی انگار قتل تجاوز شناخته بشه این اتفاق و این اثبات کنه که هنوزه این قتل‌های تپه داره اتفاق میفته، پس قاتل اصلی بیانکی نیست و اینو مبرا کنه، یه جورایی آزادش کنه. سال 1992 شخصی به اسم کاترین وایرون وود میاد رو کارتای بازرگانیش از قیافه و چهره بیانکی استفاده میکنه. بیانکی هم از اون شکایت میکنه، درخواست غرامت 8.5 میلیون دلاری میده. میگه چهره من الان چهره تجاریه و تو اجازه نداشتی که بدون اجازه از چهره من روی کارتای بازرگانی استفاده کنی. قاضی هم میگه که
اگه چهره تو یک چهره تجاری بود، وقتی که داشتی قتل ها تو انجام میدادی چهره خود از پلیسا پنهان نمی‌کردی. پس درخواستش رو کاملا رد می‌کنی. بیانکی در حال حاضر در حال گذروندن حبسش توی ایالت واشنگتن در والا والاست. توی 18 آگوست 2010 درخواست آزادی مشروط میده، اما هیئت ایالتی ساکرامنتو اون رو رد میکنن و بهش اجازه نمیدن. ولی اون تو سال 2025 دوباره واجد شرایط برای درخواست آزادی مشروط میشه و میتونه دوباره این درخواست رو بیان کنه. در مورد بیانکی و سری قتل هایی که رقم زده فیلم های زیادی ساخته شده. فیلم The Case of Hillside Stranglers که سال 1989 ساخته شده و نقش بیانکی رو بازیگر به اسم بیلی زین به تصویر کشیده. فیلم بعدی فیلمی به اسم The Hillside Strangler که سال 2004 ساخته شده و نقش بیانکی رو کریستوفر توماس هاول نقش آفرینی کرده و یه فیلمی هم سال 2006 ساخته شده 2 سال بعدش به اسم Rampage The Hillside Strangler Murders که بازیگر نقش بیانکی کلیفتون کالینز جونیور بوده. ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. تا یه پرونده دیگه، خدا.